پیش از آغاز کردن درس امروزه اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید و نوار لایک گذارید. فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید. برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون همیشگی درس امروزه را نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روزی درس امروزه من چنین است: Every day is a new day to a wise man by Dale Carnegie. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: برای شخصی عاقل و یا برای مردی عاقل هر روز یک روزی نو است. نوشته دیل کارنگی. New words کلمه های نو: see دیدن، look نظر کردن، look at نظر کردن با، watch تماشا کردن، hear شنیدن، listen گوش دادن، listen to گوش کردن با، sound آواز صدا، effort کوشش زحمت، room اتاق حجره، chalk بور، loud بلند، happen رخ دادن، action عمل، purpose مقصد، planet به نقشه گرفته، unplanet به نقشه نگرفته، eye چشم، ear گوش، accountant بغالتر، bench خرک، government حکومت. اینک رسیدیم به پایان یک درس دیگر. اگر به کانال ابونه نشده باشد لطفاً ابونه شوید و نوار لایک گذارید. برای بهتر کردن صفت درس ها فکرهای خود را در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید. برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید. با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.